از سخنرانی کردن خسته شدی؟ نمیدونی باید چیکار کنی تا به حرفت گوش بده؟ داد میزنی، تنبیه میکنی، محروم میکنی، تهدید میکنی، سرزنش میکنی، اما دیگه تأثیری نداره. کلافه شدی، نمیدونی باید چیکار بکنی تا به حرفت گوش بده؟ بیا پیش من تا بهت بگم که چه کار باید بکنی. ما پدر مادرها گاهی باید به فرزندانمون اجازه بدیم که با پیامد رفتارشون روبرو بشن. بعضی وقتا تجربه کردن بهترین معلم برای بچه هاست. وقتی بچه من متوجه بشه که میخواد بره برف بازی، اگه دستکش نپوشه نمیتونه خیلی خوب بازی کنه، چون دستاش یخ میزنن. خیلی خوب نمیتونه آدم برفی درست کنه، مدام دستاش رو خاک کنه، مدام دستاش رو باید بذاره توی جیبش، نمیتونه گوله برفی درست کنه. دفعه بعد حتما با خودش دستکش میبره. اگه کلاه و شال نپوشه، لباس گرم نپوشه، میخواد بره برف بازی، سرما میخوره، پس دوباره فردا نمیتونه با دوستاش آدم برفی درست کنه، پس حتما کلاه و شال رو با خودش میبره. اگر مسواک نزنه، بوی دهنش دوستاشو اذیت میکنه و توی مهد کودک هیچ کس با اون بازی نمیکنه، پس هر شب میره خودش مسواک میزنه بدونی که من مدام بهش گوشزد کنم، بخوام براش جایزه‌ای در نظر بگیرم، بخوام تهدیدش کنم، بخوام سرزنشش کنم، بخوام تنبیهش کنم، بخوام اون رو محدود کنم. من به عنوان یک والد کنار ایستادم، فقط نگاه کردم و به اون فرصت اینو دادم که خودش با پیامد رفتارش روبرو بشه. مامان باباها گاهی لازمه کمتر مادری و پدری کنیم، کمتر دلسوزی کنیم و به فرزندمون اجازه بدیم که با تجربه و نتیجه کارش روبرو بشه، خودش تجربه کنه. آگاهانه به عزیزانمون عشق بورزیم.